سلام، میلاد هستم از کبک کانادا و شما در حال تماشای یک ویدیوی دیگه از کانال میلیوتک هستید. خیلی خوش اومدید. امیدوارم مثل همیشه پر انرژی باشیم و در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب لطفاً یادتون نره. راستش امروز میخوایم یه مقدار از مباحث فنی فاصله بگیریم و کلاً بررسی کنیم ببینیم 10 شغل برتری که تو صنعت آیتی توی امریکای شمالی و کانادا میتونید بهشون بپردازید و اگر آمادگیشو دارید براش اپلای کنین، چه مشاغلی هست، چه حدود در حقیقت درآمدی رو در سال میتونه برای شما داشته باشه و یک سری از اینجور اطلاعات که خودتون خواسته بودین با هم دیگه یه بررسی روش داشته باشین. تمام آماری که امروز میخوام بهتون بگم برای سال 2023 هست و تقریبا میتونم بگم 4-5 روز وقت گذاشتم تا اینکه تمام این آمار رو به صورت دقیق براتون جمع آوری کنم. امیدوارم که در ادامه ویدیو با ما همراه باشین و از ویدیو امروز هم استفاده کنید. مرسی. اگه آماده ای بزن بریم. خب دوستان، همونطور که از مقدمه ویدیو متوجه شدین قطعاً امروز میخوایم یه مقدار از داستانهای فنی فاصله بگیریم. بیشتر میخوایم با هم دیگه یک گپی بزنیم به نظر من، به خاطر اینکه توی کامنت ها من کم نبود تعدادی کامنت دریافت کردم که آقا اگر میشه بیشتر در مورد خود صنعت آیتی، رسته های کاریش و شغل هایی که در حقیقت حداقل توی امریکا و کانادا که شاید به نحوی من دستم باز باشه که بتونم تحقیق بکنم صحبت بکنیم و با هم دیگه یه گپی بزنیم. امروز میخوایم راستش 10 تا شغل برتر توی صنعت آیتی رو حداقل از دید آماری و با کمی توضیحات هر رسته کاری یه مقدار با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم که به چه شکل هست. قبل از هر چیز مرسی از اینکه دوباره با یه ویدیوی دیگه همراه ما هستی و مشغول تماشای یه ویدیوی دیگه از کانال میلیوتک هستیم. امیدوارم که لایک و کامنت فراموش نشه. هر نظر و پیشنهادی هم داشتید واقعا ما قلباً پذیراش هستیم. اگر هم که تازه به جمعمون پیوستید و این اولین ویدیو از کانال ما هست که مشغول تماشای اون هستین، خوشحال میشیم که حتما سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید تا از ویدیو بعدی به محض اینکه ویدیویی از این کانال منتشر شد در جریان داستان قرار بگیرید. آقا، بررسی بازار داغ 10 شغل برتر در صنعت آیتی که در امریکا و کانادا میتونید با داشتن مهارت‌های لازم به راحتی و با درآمد بسیار خوب در اونها مشغول به کار شید. من در این بررسی با آخرین میانگین درآمد برای هر کدام و میزان افزایش سالیانه اونها میپردازم. لازم به ذکره که این ارقام به دلار آمریکا محاسبه شده و طبیعتاً در اینجا ما به بیان میانگین آنها میپردازیم و قطعاً میدونید که در ایالت‌های امریکا و به خصوص استان‌های مختلف کانادا و به طور قطع مالیات با درصدهای متفاوت بسته به محل زندگی از اونها کسر میشه و همه این ارقامی که امروز خدمتتون ارائه میدم قبل از کسر مالیات هست. پس لطفاً دقت کنید. اولین رسته کاری در واقع مشاغل آیتی شاید باورتون نشه، ولی همونطوری در تصویر هم میتونید مشاهده کنید اولین اونها هلپ دسک تکنیشن ها هستن که رشد درآمدی معادل 6.9% در سال داشته و به طور میانگین $55,000 حقوق سالیانه در سال 2023 براش ثبت شده. برای داشتن چنین شغلی مهمتر از همه داشتن روابط عمومی خوب، صبر و حوصله بسیار مهمه و به نظر من برای هر شخصی که میخواد به صورت حرفه‌ای وارد صنعت آیتی بشه این پوزیشن کاری برای شروع بسیار مهمه، چون تجاربی رو کسب میکنه که در مراحل آتی در پیشرفتش بسیار بسیار حائز اهمیته. از طرفی برخورداری از قدرت ایبیابی و تیشوت کردن یک مشکل حتی با استفاده از گوگل کردن و یا این روزا دیگه استفاده از چت جی پی تی قطعاً لازمه این کار. اگه پیشنهاد من رو بخواید، داشتن مدرک و دانش کامپتیا A+ بسیار میتونه کمکتون کنه. حالا اگر با انواع سیستم عامل‌های سمت کلاینت ها هم آشنایی داشته باشین و دستتون روون باشه که دیگه این شغل رو با چند تا مصاحبه میتونید به دست بیارید. شماره 2 جالبه. شغل دوم در این لیست IT پروژکت
منیجر هست. کاری به تیم‌های آیتی که سلیقه‌ای دارن اداره میشن و کم هم ندیدیم تو مملکتمون ندارن. ولی تو دنیای حرفه‌ای هر تیم آیتی نیاز به یک نفر یا یک تیم در این زمینه داره. اگر خیلی خلاصه بخوام تعریفش کنم، این فرد در سازمان مسئول تخمین زمان و هزینه و اولویت بندی فرآیندها و پروژه‌های تیم آیتیه و لطفاً با دیگر مشاغل مدیریت پروژه در سازمان‌ها قاطیش نکنید، چون این فرد باید تجارب مکفی در زمینه‌ها و چارچوب‌های دنیای انفرماتیک رو داشته باشه. جالبه بدونین این شغل به صورت میانگین درآمد سالیانه معادل $120,000 رو در کنار 15.6% رشد سالیانه برای خودش ثبت کرده. دوست من توجه داشته باش که از شماره 2، یعنی همین رشته کاری در صنعت آیتی که داریم میپردازیم بهش، به بعد لزوما در اکثر مواقع شما نیاز دارید حداقل 2 تا 3 سال تجربه مرتبط با این شغل در همان کشور رو برای دارا بودن شرایط استخدام جز دانش و معلومات داشته باشی. اگر میخوای به سمت این شغل حرکت کنی، به نظر من داشتن مدارکی مثل CompTIA Project Plus و PMP از واجبات، تکرار میکنم، از واجبات. شماره 3 سیستم انجینیر ها. بله، این شغل رو حتما باهاش آشنا هستیم. شغلی که افزایش حقوق 7.5% و $120,000 در سال رو برای خودش ثبت کرده. میتونم بگم دوستانی که با شماره 1 شروع کردن، حد اکثر بعد از 3 سال میتونن با به دست آوردن مهارت‌های لازم وارد این حیطه بشن. مهارت‌های گسترده‌ای مثل آشنایی با انواع کلاود پرووایدرها، مجازی سازها، سرورها و انواع محصولات زیرساختی در لایه کامپیوتینگ، تا حتی آشنایی با انواع سرورهای لینوکسی و مایکروسافتی و قطعاً برخورداری از دانش شبکه و شناخت کامل انواع استوریج ها در این مبحث از ملزومات دوستان. شماره 4 سایبر سکیوریتی انجینیر که این روزها به عنوان یکی از سخت‌ترین رشته ها در دنیای آیتی ازش نام میبرن و برای همین درآمد حاصل از آن با رشد 7.7% در سال با دریافت میانگین سالانه $145,000 رو برای خودش ثبت کرده. قطعاً برای رسیدن به چنین شغلی نیاز دارید شدیداً با تمامی مباحث زیرساختی آشنا بشید، بلکه حداقل نیاز به 5 تا 7 سال تجربه مداوم در این رشته رو دارید تا بتونید امنیت یک سازمان رو به عهده بگیرید. پس اگر چنین هدفی رو دنبال میکنی، باید بهترین خودتون رو ارائه بدید. So prepare yourself to be part of the red or blue team. میتونم بگم واقعا خیلی جذابه. یعنی وقتی که شما از یک مرحله‌ای به بعد توی در واقع رشته‌های مختلف آیتی دست و پنجه نرم میکنین، به یه جایی میرسین که دیگه از نظر سطح سواد و سطح معلوماتی که در حقیقت دارید به اضافه اون اکسپریانس و تجربه‌ای که داشتین، واقعا دیگه میبینید که این رشته جز اون در واقع فرایندها و تسک هایی که میتونه اون علایق شخصیتون رو مجدداً ارضا بکنه. برای همین واقعا اون دوستانی که فکر میکنن که حتی 30-40% الان در وجودشون علاقه نسبت به این رشته دارن، بدونن که این رشته چند سالی است که خیلی بازار داغی داره، به خصوص در امریکا و کانادا. مطمئنا در اروپا هم همینطور هست. اگر دوستانی بیننده ما هستن که در اروپا هم تجربی دارن، لطفاً با ما اون تجربه رو شیر بکنن. بریم شماره 5 و بالاخره دیوآپس انجینیرها. یک تلفیق باحال که این روزها خیلی بازار داغی داره. از سافتور اند اپلیکیشن اسکیلز ها با ادمنستریشن اسکیلز ها. این رشته از آیتی تونسته 14.1% رشد درآمد میانگین سالانه معادل $136,000 داشته باشه. از الان بگم اگر این راه رو داری انتخاب میکنی، بدون داری وارد بازار کاری میشی که خیلی سخته، چون رقابت توش بسیار زیاده و تعداد نفراتی که از نظر مغزی بتونن هر دوی این جریان رو، یعنی Software and Application Skills و Administration Skills رو در کنار هم در وجودشون و در مغزشون رشد بدن، خیلی کمه. پس اگر واقعا داری به سمت دیوآپس حرکت میکنی، مطمئن شو در موردش بیشتر تحقیق بکن و بعد شروع کن. بریم شماره 6 آیتی منیجر ها.
دیگه مشخصه فکر کنم براتون که باید با مجموعه ای از چه مهارت‌هایی آشنا باشید تا بتونید درآمد سالیانه میانگین $132,000 رو با رشد 10.8% به دست بیارید. در این شغل درک بسیار بالایی باید از تمامی انواع رول‌ها در این صنعت رو داشته باشید. پس خودتون رو برای یک چالش بزرگ با انتخاب این شغل آماده کنید. البته اگر بیش از 7 تا 10 سال سابقه مستقیم در انواع رول‌های آیتی رو دارا هستید، چون واقعیت به غیر از مدارک مرتبطی که باید داشته باشین، به غیر از تمام تجارب و رزومه‌ای که باید بسیار قوی پشتتون باشه، حتما نیاز دارید که مدارک تحصیلی بسیار عالی رتبه‌ای هم داشته باشید تا بتونید این شغل رو به دست بیارید. شماره 7 IT دیرکتور. بله، این مورد با مورد قبلی یعنی IT منیجر کاملا متفاوته و دیگه نه تنها باید تمامی مورد 6 رو ازش برخوردار باشید، بلکه باید بتونید به عنوان یک لیدر عمل کنید و تصمیماتی بگیرید که قطعاً میتونه برای هر سازمانی بسیار حیاتی باشه. برای همین 8.4% رشد رو امسال به خودش اختصاص داده و میانگین درآمد سالیانش $164,000 ثبت شده و مسئولیت کامل تمامی گروه ها بدون شک مستقیما با شماست اگر صاحب این شغل هستید. حالا شما بگید شغلی با درآمدی مثل $800,000 که به عنوان بیشترین رقم پرداختی براش در سال 2023 ثبت شده میارزه یا نه؟ ولی باور کنید اگر میگید بله، معلومه تجربه کار در یک کمپانی همه چی تمام رو نداشتید و یا شاید این رسته کاری رو درست نمیشناسید. بریم شماره 8. Application Support Engineer. شغلی که اسمش کمی گیج کننده است، ولی در این رشته کاملا باید با برنامه نویسی و انواع زبان‌هاش آشنا باشید و کاملا در زمینه پیاده سازی و ساپورت نرم افزاری که سازمان شما ارائه میده و یا بهش نیاز داره و ازش استفاده میکنه کوشا باشید. خلاصه نگهداری تا ساپورت با تیمی خواهد بود که شما عضوی از آن هستید. رشد 6.3% با درآمد میانگین سالانه $96,000 در سال 2023 براش ثبت شده. خلاصه اگر با کلمات کلیدی مثل Application Lifecycle Management، Agile، اسکرام و استک های مختلف در این رشته تا به حال برخورد داشتی، این رشته‌ایه که میتونی براش بجنگی و برات آینده داشته باشه. شماره 9. امیدوارم خسته نشده باشین. پروگرام آنالیست یا پروگرام منیجر. میتونیم بگیم بسیار به مورد دوم یعنی IT پروژکت منیجر نزدیکه، با این تفاوت که باید از دید کافی در زمینه تولید نرم افزار هم برخوردار باشیم. عزیزان، این شغل به خدا با مدیر محصول که ما در ایران میشناسیم کاملا متفاوته و میتونم بگم اگر به من باشه اصلا یک پروداکت منیجر رو، یعنی میدونید یک پروداکت منیجر دیدی از آیتی نداره و ای کاش که میداشت. خلاصه این رشته تونسته رشد سالیانه 12.9% رو برای درآمد میانگین سالیانه $139,000 برای خودش ثبت کنه. میتونم به جرئت بگم الان اکثر جوانان ما در سالهای اخیر برعکس گذشته بیشتر گرایش نرم افزاری پیدا کردن تا سخت افزاری. پس میتونید به این مشاغل کمی جدی‌تر فکر کنید. فکر میکنید شماره 10 و آخرین شغلی که میخوایم بهش بپردازیم چیه دوستان؟ اگر دوستانی که اینجا هستن این ترتیب رو با ما اومده باشن میبینن که جای یک شغل، جای یک رشته کاری در این مشاغل توی صنعت آیتی خالی بوده تا به اینجا. و بالاخره شماره 10 که خیلی ها میگن مرده، ولی نه دوست من. این رشته همیشه در اوج خواهد موند، حتی در دنیای امروز با حضور چت جی پی تی که همه نگران مشاغل خودشون هستن. بله، نتورک انجینیر که تونسته رشد سالیانه 6.1% رو ثبت کنه برای حقوق میانگین $100,000 که برای رسیدن به چنین درآمدی باید درک کاملی از انواع شبکه‌های کامپیوتری، پروتکل‌ها، لیرهای شبکه و برندهای مطرحی که در این زمینه فعالیت دارن مثل سیسکو، فورتینت و دیگر برندها رو داشته باشید. خیلی از مواقع شما با داشتن تجربه و دانش کافی ممکن است بتونید به شغلی جذب بشید که تلفیق این رشته باشه با سیستم انجینیری که با جملاتی مثل نتورک اند سیستم ادمین و یا نتورک اند سیستم انجینیر ازش نام میبرن
که تلفیق این دو هم میتونه حقوق تلفیقی سالیانه رو هم با خودش برای شما به ارمغان بیاره. خب حالا شما بگید کجای راه هستید؟ تازه دارید شروع میکنید برای انتخاب مسیر آینده در صنعت آیتی، یا کاملا در این راه مثل خیلی از همنسل ها و همرشته های من پوست انداختید و کاملا متوجه شدید که این مسیر بی پایانه، چون همواره برای بقا در این صنعت باید بروز باشیم، و یا اصلا بازار کار داخل ایران رو هدف قرار دادید یا قصد مهاجرت دارید. خوشحال میشم نظراتتون رو با من در میون بذارید و بگید تو هر کدوم از این گروه ها که هستید، در هر کدوم از این مشاغل بالا که فعالیت دارید، چالشاتون چیه و چه راه حلی رو براش در نظر دارید. واقعا میگم بعضی وقتا حس میکنم لابلای ویدیوهای فنی که با همدیگه میبریم جلو، یا حتی همه در حقیقت یوتیوبرهایی که توی یوتیوب فارسی دارن در مورد تکنولوژی صحبت میکنن، به خصوص گرایش آیتی و گرایش های مرتبط به رشته ها و رسته های آیتی، خیلی خوبه که هر از گاهی لابلای ویدیوهای فنی یه ترمز بزنیم، سرمون رو بالا کنیم، مسیری رو که انتخاب کردیم و یا میخوایم انتخاب بکنیم رو یه بررسی بکنیم و مجدد ادامه بدیم. این نظر منه و مرسی از دوستانی که خواسته بودن تا یه همچین ویدیویی رو هم در کنار بقیه ویدیوهایی که بحث‌های فنی داریم، ماژول‌های خاصی رو معرفی می‌کنیم یا سرویس‌های خاصی رو توی بحث سلف هاست فعلا توی این کانال داریم معرفی می‌کنیم داشته باشیم. فکر می‌کنم که براتون جالب بوده باشه، یعنی امیدوارم، ولی راستش باور کنید حداقل نگم یه هفته، ولی حداقل یه 4-5 روزی حسابی روی این آمار و ارقام در واقع سرچ کردم، مطالعه کردم تا بالاخره یه استاتیستیکایی دستم بیاد بتونم در واقع روی واقعیت ها با آخرین آماری که در حقیقت ارائه شده برای امریکای شمالی و کانادا در حقیقت بتونم در خدمتتون باشم. بازم میگم اگر دوستانی هستن که از کشورهای اروپایی اطلاعاتی دارن، در اونجا مشغول به کار هستن و میتونن که به این آمار و ارقام آمار جدیدی رو از بابت کشورهای اروپایی اضافه بکنن، خیلی ممنون میشم که بتونن تو کامنت ها با ما مشورت کنن یا از طریق راه‌های ارتباطی با بنده در ارتباط باشن که شاید نیاز بشه اصلا یک ویدیو تکمیل تر بابت این مسائل با هم دیگه بسازیم، چون قطع به یقین آنچه که من دارم میبینم از آمار و ارقامی که یوتیوب به من میده بابت دنبال کننده های این کانال، به خصوص رنج سنی بسیار بسیار حساسی دارن این بحث ها و مباحث رو دنبال میکنن که شاید الان وقتشه که قبل از اینکه خودشون رو درگیر داستان‌های فنی بکنن، اول بدونن که هدفشون چیه، میشن و ویژنشون رو بررسی بکنن و بعد دوباره ادامه بدن. خب مثل همیشه مرسی از اینکه وقتتون رو به ما دادین. بازم میگم لایک، کامنت یادتون نره. دوستانی که تازه به چنل ما پیوستن سابسکرایب کنید، لطفاً زنگوله رو هم بزنید. اگر فکر میکنید که ویدیوها و محتوایی که توی این کانال منتشر میکنیم به درد خودتون خورده و ممکنه به درد دیگر دوستانتون هم بخوره، لطفاً این ویدیوها رو و کلا آدرس کانال ما رو با اونها هم شیر بفرمایید. هر کجا که هستید سالم، تندرست و سلامت باشید. فعلا خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.